جنایتکاری میان زنها و جداشوی اویله‌ها در شهر خوجند دوامی 9 ماه سال روان در قیاس به همین دوره سال گذشته افزوده است. در این باره ضمن اجلاسی 19 مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت پنجم معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده اطلاع داد. در این دوره جداشوی اویله‌ها 79 عدد افزوده، جنایتکاری میان زنها 182 عدد به قید گرفته شده است. بیکارشوی اویله‌ها در 9 ماه سال 2019 نسبت به همین موقع سپری گردیده سال 2018 79 عدد زیاد و جنایتکاری بین زنان در 9 ماه 2018 109 نفر و 9 ماه 2019 182 نفر رسیده است که این ما به تشویش می آورد و ما را ضرور است که در این سمت کارها را جانب کرده کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را بین زنان وسعت بخشیم و راههای دیگری حل این معماها را دیده برایم. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند اجلاسی 19 مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت پنجم تحت رهبری رئیس شهر خوجند رئیس مجلس وکیلان خلق شهر خوجند معروف محمدزاده برگزار گشت. معروف محمدزاده از زیاد گشتن پاشخوری اویله‌ها و افزودن جنایتکاری میان زنها اظهار نگرانی نمود. این مسئله ما در مجلس جنبشی نوبه بررسی کرده بودیم و از حضور وکیلان خلق استفاده برده خواهش میکردم که کمیسی دویم واکننده مجلس وکیلان خلق شعبه کار با زنها و کار با اویله مقامات اجرایی کننده دولت شهر خوجند شعبه رشد اجتماعی یوسفی عثمان جان در جای با فعال زنان شهر کارهای ترغیباتی تشویقاتی نسبت به پیشگیری کردن جداشوی اویله‌ها و کم کردن جنایتکاری در بین زنان پرجور کنیم. این یک مسئله مبرم روز مسئله داغ است یک و شهر خوجند نمیزه بعد این چیز. وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر خوجند نخست اوید بر رفت تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 می سال 2010 تحت رقم 269 درباره تصدیق استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2020 در شهر خوجند را مورد بررسی قرار دادند. در بررسی مسئله مذکور وکیلان میسر رحیم و مدینه نبیزاده برآمد نموده اندیشه‌های خویش را بیان داشتند. سپس حسابات کمیسیون دائمی مجلس وکیلان خلق شهر خوجند اوید به مسائل حفظ اجتماعی، صحت عامه، حفظ طبیعت، مسائل اویله و زنان و حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر خوجند از حوزه انتخاباتی دوریدگران رقم 6 مخصوص یابای به سهم وکیلان رسانیده شد. در جریان اجلاسی وکیلان با مقصد تامین اجرای صفتناکی نقشه قسم درآمد بودجه شهر در 3 ماهه سوم سال 2019 مسئله به نقشه قسم درآمد بودجه شهر برای 3 ماهه سوم 2019 تغییر الهه‌ها وارد نمودن را دستگیری نمودند. با صدا دادن سرود ملی به اجلاسی 19 مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت پنجم حسن انجام بخشیده شد. رستم بیک احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.